بسم الله الرحمن الرحیم. قال الرضا علیه السلام، امام رضا، اون امام معصوم، اون حجت خدا میفرمایند لیس عبادت کثرت الصلاة و الصوم، عبادت تنها در نماز خواندن زیاد و در روزه گرفتن زیاد نیست. انما العبادت التفکر فی امر الله، عبادت تفکر در امر خداوند هست، اندیشه و تأمل و تعمق در اوامر خداوند هست. حضرت ابراهیم خلیل، اون پیامبر بزرگوار و اون کسی که هم ادیانهای دیگر او را قبول دارد، یهودی ها قبول دارد، مسیحی ها قبول دارد، وقتی که در پی حقیقت آفرینش خداوند متعال پرداختن، اولین مرتبه ستارگان را دیدن، گفت این خدای من هست. وقتی که ستارگان غروب کردن، ما را دیدن، قمر را دیدن، گفت نه این خدای من است، از اون که هم بزرگتر است و هم قابل عبادت هست، یعنی لایق عبادت را دارد، بزرگتری از ستارگان هستند. اما وقتی که قمر هم غروب کردن، گفت خدایا اگر تو ما را هدایت نکنی از گمراهان قرار میگیریم. بعد شروع کردن همراه دیگران به عبادت شمس. همینی که شمس هم غروب کردن، گفتن آی قوم، من نمیخواهم دیگر همراه شما باشم، شما در گمراهی آشکار قرار گرفته اید و اینها را در مقابل خداوند شرک قرار داده اید. ما نمیخواهم چیز را در مقابل خداوند شرک قرار بدهم. من میروم تأمل و تعمق میکنم، اون موجود را پیدا میکنم که قابل عبادت، لایق و ستایش عبادت هست و او را عبادت کنم. یعنی اون موجودی که همه اینها را خلقت کرده است، این آسمان و زمین و ستارگان، همه این موجودات رو او خلقت کرده است. من میروم او را پیدا کنم تا در مقابل او سجده کنم و رکوع کنم، او را عبادت کنم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید فکرک فی المعصیه یدعوک الی العمل بها. اگر فکر انسان، اندیشه انسان، اون تخیلات و تصورات انسان در معصیت با خداوند متعال بود، پس تو رو دعوت میکند به عمل کردن اون معصیت. و فکرک فی طاعته، اگر فکرتون در طاعت خداوند متعال بود، یدعوک الی عمل بها، پس تو رو دعوت میکند به عمل کردن در طاعت خداوند. پس ما باید در هر کار باید با اندیشه و تفکر و تعمق وارد شویم تا اون راه را پیدا کنیم که قرآن میفرماید اهدنا الصراط المستقیم. و این هم اهدنا الصراط المستقیم را با معرفت باید پیدا کنیم، با اندیشه باید پیدا کنیم، با تفکر باید پیدا کنیم. امام صادق میفرماید لا یقبل الله عملا الا بمعرفت، هیچ عمل انسان قبول نمیشود مگر اینکه معرفت داشته باشد. عزیز من، وقتی که تو نماز میخوانی باید بشنو، یعنی اول بفهمی، معرفت داشته باشی که در مقابل کی استاد شده ای، کی را عبادت میکنی. اول انسان معبود خود را بشناسد، بعد در مقابلشان استاد شود و او را عبادت کند. یعنی هر کار انسان با معرفت باید باشد و حتی فکر و اندیشه انسان در راه حقیقت یابی، تعمق و جستجو در اوامر خداوند باشد. سلام علیکم و رحمت الله.